سلام علیکم دوستای عزیزم. بریم با هم یک کلاه پرفروش و خوشگل رافیایی ببافیم به اسم کلاه آوا. برای بافت این کلاه من از نخ رافیا استفاده کردم. نخ رافیای تابیده شده استفاده کردم. بین 120 گرم تا 150 گرم از نخ رافیای تابیده شده میتونید استفاده بکنید که تو رنگ‌های مختلف توی بازار هست، میتونید تهیه بکنید و از این رنگ استفاده بکنید، رنگ‌های مختلفش استفاده بکنید و بافتتون رو انجام بدین. خب از قلاب شماره 4 من استفاده کردم که حالا بازم شما میتونید با توجه به سفت بودن و شل بودن دستتون شماره قلابتون رو عوض بکنید. خب بریم برای بافت این کلاه پرفروش و خوشگلمون. برای شروع کار ما حلقه جادویی میزنیم و از حلقه جادویی شروع میکنیم بافتمون رو توی حلقه جادویی بافتمون رو شروع میکنیم. خب ببینیم داخل حلقه جادویی من 8 تا پایه کوتاه میزنم. توی حلقه جادویی من 8 تا پایه کوتاه میزنم. اون 1 2 تا 3 تا 4 5 6 7 و 8. خب این نخ اضافه رو من میگیرم میکشم که حلقه جادوییم بسته بشه. فقط حواستون باشه که نختون رو خیلی سفت نکشید چون نخ رافیا خیلی زود پاره میشه. خب میام توی شروع کارم. ببینید اینجا شروع کارم بود و توی شروع کارم یه بست میزنم. 8 تا پایه کوتاه توی حلقه جادوییم دارم. خب شروع میکنم واسه رج اول کار 3 تا زنجیره میزنم برای شروع. خب این شد 3 تا زنجیرم و بعد میام پایه بلندام رو توی این قسمت میزنم. ببینید توی اولیه میام پایه بلند میزنم، یعنی همینی که زنجیره در آورده بودم بیرون یه دونه دوباره همونجا پایه بلندم رو میزنم، میشه در واقع 2 تا پایه بلند. توی زنجیره بعدی در واقع توی پایه بعدی 3 تا پایه بلند میزنم. این 1 2 تا و 3 تا. تو بعدی من 3 تا پایه بلند. اولی که زنجیرم حکم یه پایه بلند رو داشت 2 تا پایه بلند زدم در واقع. بعدی رو 3 تا میزنم. دوباره تو بعدی 2 تا پایه بلند میزنم. 1 2 تا پایه بلند. دوباره تو بعدی 3 تا پایه بلند میزنم. این 1 3 تا رو توی یه نقطه میزنم. این 2 تا و 3 تا. 3 تا pایه بلند توی یه نقطه میزنم. دوباره بعدی 2 تا، بعدی 3 تا. به همین شکل رج اولم رو تموم میکنم. اینو 2 تا زدم. حالا اینو باید توی این قسمت 3 تا پای بلند بزنم. این میشه 1 2 تا و 3 تا. دوباره 1 2. اینو 3 تایی زده بودم، بعدی رو 2 تایی و بعدی رو 3 تایی میزنم. دو تا و
3 تا. خب حالا ببینید میایم این پای بلنداتون رو که زدید میتونید بشمارید. بذارید اینجا من براتون بشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 و 20. خب آخری هم باید با 3 تا پایه، یعنی چون ما اولی رو با 2 تا شروع کردیم، آخری هم باید با 3 تا پایه بلند توی یه نقطه تموم بکنیم. خب 20 تا که میشه، در واقع ما 20 تا الان باید پایه بلند داشته باشیم. میایم توی این قسمت شروع کارم و بستم رو اینجا میزنم. ببینید دایرم اینجوری درست میشه. خب حالا میرم واسه رج بعدی کارم. 3 تا زنجیره میزنم که رج بعدی کارم رو شروع کنم. خب اینجا توی همین نقطه میام چیکار میکنم؟ یه پایه بلند میزنم که یعنی 2 تا پایه بلند توی اولین دونم میفته. ببینید 2 تا پایه بلند توی اولین نقطه میزنم. خب بعد یه دونه زنجیره فاصلم رو میزنم. بعد میام تو پایه بعدی، یعنی اینجا پایه بلندم رو میزنم. 2 تا پایه بلندم رو توی این قسمت میبافم. ببینید شد. پس اول کارم که با زنجیره شروع شد، ببینید اول کارم اینجا با زنجیره شروع شد. 3 تا زنجیره زدم، حکم یه پایه بلندم رو داشت. تو همون قسمت یه پایه بلند زدم، یه زنجیره. توی بعدی، تو پایه بلند بعدی 2 تا پایه بلند توی یه نقطه من زدم. درست؟ حالا اینجا دیگه هیچ زنجیره ای نمیزنیم. خب بعد میایم توی یه پایه‌مون رو رد میکنیم و توی پایه بعدی 2 تا پایه بلند میزنیم. یعنی دیگه بین این گروه های 2 تایی ببینید یه حالت وی شکل اینجا میفته، یه خونه اینجا میفته. ما بینشون باید یه دونه فاصله باشه. خب یه مقدار اضافه کردن دونه توی این مدل فرق میکنه با بافتای دیگه. به خاطر همین باید دونه به دونه به همین شکل اضافه بکنید. ببین الان یه دونه رو من رد کردم. بعد از اینکه 2 تا پای بلندام رو زدم، اینجا دیگه زنجیره نزدم و زنجیره فقط ما بین اینا زده میشه. اینجا دیگه زنجیره نزدم، 2 تا پای بلند تو این قسمت زدم، حالا یه زنجیره و دوباره همینجا چیکار میکنم؟ 2 تا پای بلند میزنم. پس یعنی یکی در میون به این شکل میفته. خب باز دوباره اینجا دیگه زنجیره من نمیزنم. نگاه کنید فقط زنجیره ما بین این 2 تاست که دوباره تو همین نقطه زده بودیم، منتها اینو توی فاصله بعدیم زدیم. به خاطر اینکه تعداد دونه هامون درست در بیاد این کار رو انجام میدیم. خب باز دوباره یه دونه فاصله میندازیم. تو دونه بعدیمون 2 تا پایه بلند میبافیم. یه دونه، 2 تا پایه بلند، یه زنجیره فاصله. این دفعه تو پایه بغلی میزنیم. ببین یکی در میون تو پایه بغلی میزنیم دیگه. نگاه کنی تو پایه بغلی 2 تا پایه بلند زدیم. این وسط هم یه دونه زنجیره افتاد. حالا دوباره هیچ زنجیره‌ای نمیزنیم، یه پایه رد میکنیم. توی این پایه 2 تا پایه بلند تو همون پایه میزنیم، یه زنجیره فاصله. خب و دوباره توی همین قسمت، یعنی تو پایه بعدی دیگه نمیزنیم دیگه، یه دونه رو تو همون قسمت میزنیم، یه دونه رو تو پایه بعدی میزنیم. 2 تا پایه بلند دیگه هم اینجا میزنیم. به صورت کلی بخوام اینجوری از اول یه توضیح بهتون بدم. ببین شروع که کردیم 3 تا پایه بلند، 3 تا زنجیره زدیم که حکم یه پایه بلندمون رو داشت. همونجا پایه بلند بعدیمو زدم، یه زنجیره فاصله، 2 تا پایه بلند توی زنجیره توی فاصله بعدیم زدم. خب 2 تا پایه بلند
تو پایه بعدیم زدم. یه پایه فاصله انداختم، 2 تا پایه بلند تو این، حالا که یه پایه فاصله افتاد، تو پایه بعدی 2 تا پایه بلند زدم، یه زنجیر فاصله و 2 تا پایه بلند دوباره تو همون پایه زدم. باز یه دونه فاصله، بعدی رو 2 تا پایه بلند زدم، یه زنجیره، 2 تا پایه بلند بعدیمو تو پایه بعدی زدم، یعنی یکی در میون ما بینشون اینجا تو پایه بعدی زده میشه، توی یه پایه زده میشه، تو پایه بعدی زده میشه، توی یه پایه زده میشه و به همین شکل ادامه میدیم تا آخر. ببینید الان اینجا دوباره زنجیره نمیزنم دیگه، میخوام یه پایه رو فاصله بدم، توی این پایه 2 تا پایه بلند میزنم، اون یکی، اینم 2 تا پایه بلند. ببینید اینو تو 2 تاشو توی یکی زده بودیم، اما اینو باید یه دونه فاصله بدیم، تو بعدیشو توی این قسمت بزنیم. یه زنجیر فاصله، بعدیشو توی این قسمت میزنم، این یکی، 2 تا، دوباره پشت میل میگیرم، یه پایه فاصله، تو پایه بعدی 2 تا پایه بلند، یه زنجیر فاصله و دوباره همینجا 2 تا پایه بلند. بعدی دوباره 2 تاش توی یکی افتاد، دوباره یه دونه فاصله، تو بعدی 2 تا پایه بلند، یکی در میون باید عوض کنیم دیگه، زنجیره فاصله من میزنم. حالا بعدی رو چیکار میکنم؟ توی این پایه، تو پایه بعدی میزنم، یه دونه و 2 تا. خب بعدی هم دوباره ببینید یه دونه زنجیره بین، یه دونه پایه بینش فاصله است، تو پایه بعدی 2 تا پایه بلند میزنم، 1 2، یه دونه زنجیر فاصله، دوباره همینجا پایه بلند میزنم، 2 تا پایه بلند به این شکل، به این شکل. این هم دوباره همینجا، این هم که خب اون یه دونه پایه فاصله مونه. رسیدیم به ابتدای کار. این قسمت وارد میشم، بالای اون 3 تا زنجیره ها که پایم بود وارد میشم و کارمو بست میزنم. خب ببینید به این شکل شد. پس شد چی؟ تو کناریش اینجا زدم، 2 تا رو توی یکی زدم، اینجا کناری، 2 تا توی یکی کناریش، 2 تاش توی یکی، اینجا هم کناریش رو زدم، اینجا هم 2 تا توی یکی و رسیدم به ابتدای کار. یکی در میون شدش. الان از این گروه های حالت خونه شدن، یه حالت وی هفتی که افتادن، یه گروه، 2 گروه، 3 گروه، 4 5 6 7 و 8 تا از این گروه ها ما داریم، از این خونه ها شکل گرفته. حالا میریم برای رج بعدی. ببینید اضافه کردن توی این مدل یه مقدار با بقیه کلاهامون فرق میکنه. حتما شما چه بخواید واسه بچه ببافید چه واسه بزرگ ببافید، همینطوری با 8 تا دونه شروع کنید و تعداد دونه هاتون رو دقیقاً توی این رج به 20 تا دونه برسونید و دقیقاً همین مراحل رو اجرا بکنید و از اینجا به بعد حالا اگه خواستید کارتون رو بزرگتر بکنید، حالا به اون مرحله رسیدیم بهتون میگم که چی کار بکنید کارتون بزرگتر بشه. خب حالا توی این رج میام، ببینید اینجا بستم رو که زدم، دونه بعدیم رو هم شلال میزنم تا برسم به وسط کار، وسط این قسمت، یعنی این زنجیر تکیه که اینجا زده بودم شلال میزنم تا برسم به این قسمت. این قسمت دوباره 3 تا زنجیره میزنم که اولین پای بلندمه، دوباره همینجا پایه بلند بعدیمو میزنم، میشه 2 تا پایه بلند، یه زنجیر فاصله و دوباره 2 تا پایه بلند همینجا میزنم به این شکل.
پس تو این فاصله هم 2 تا پای بلند، یه زنجیره 2 تا پای بلند زدم. خب حالا میام ببینید این فاصله بین اینا هستش، میام این قسمت اینجا، یعنی جایی که دیگه ما زنجیره نزده بودیم دیگه، بین این خونه هفتی شکلم و این یکی خونه هفتی شکلم یه فضای خالی میمونه. میام میرم داخل این یه دونه پایه بلند میزنم، اینجا هم دوباره زنجیره نمیزنم و همینجوری فقط یه پایه بلند میزنم، یه زنجیره و همینجا یه پایه بلند دیگه میزنم، یه دونه هفتی شکلم اینجا تشکیل میدم، منتها با این تفاوت که اینا تکیان دیگه، مثل اینا جفت نیستن، یه دونه تکی یه دونه هم زنجیره بینش. اینجوری اینا اضافه کردن دونه است که توی این رج اتفاق میفته. حالا میرم تو بعدی، دوباره ببینید این فاصله ها رو من اینجا دارم، میرم تو این فاصله بعدی 2 تا پایه بلند میزنم، این 2 تا پایه بلند، یه زنجیره فاصله. خب 2 تا پایه بلند زدم. خب حالا یه زنجیره فاصله میزنم، باز دوباره همین قسمت 2 تا پایه بلند دیگه میزنم، این یکی این 2 تا هفتی شکلمو تشکیل دادم. دوباره رسیدم تو بعدی، فاصله بین این هفتی‌ها این وسط، باز باید مثل اینجا دونمو اضافه کنم. یعنی چی؟ این وسط دوباره یه دونه پای بلند میزنم، یه زنجیر فاصله و یه پای بلند دیگه همین قسمت میزنم و هفتمو اینجا تشکیل میدم. دوباره تو بعدی 2 تا پای بلند، یه زنجیره، 2 تا پای بلند میزنیم، این یکی 2 تا پای بلند، یه زنجیره، 2 تا دیگه هم پای بلند همینجا به این شکل. دوباره تو بعدی یه پای بلند، یه زنجیره، این یه پای بلند، این یه زنجیر فاصله و همونجا پای بلند بعدی به این شکل. حالا ببینید این هفتی شکلای این وسط هستش که تکی زدیم، اینا اضافه کردن دونه است توی این رج. توی این رج دونه هامون به این شکل اضافه میشه. ببینید اولی که گروه دوتاییمون بود، بعدی دونه اضافه کردم، بعد گروه دوتایی دونه اضافه میکنم، گروه دوتایی دونه اضافه میکنم، اینجا دوباره گروه دوتایی میزنم، دونه ها که من میخوام اضافه کنم این وسط ها اضافه میکنم. این هفتی اینجا رو در نظر بگیر، هفته اینجا هم در نظر بگیر، این وسط بعد دونه اضافه بکنید. به همین شکل این رج رو میبافم تا آخر. خب دوستان ببینید رسیدم به این قسمت رو، بافتم کلشو، پایه هام رو، رسیدم به آخر کار. اینجا فاصله این بینه که من باید اینجا رو یه دونه پایه بلند بزنم، یه زنجیره و یه دونه این قسمت دونه اضافه باید بکنم، یه دونه این هفتی‌ها وی شکلا باید اینجا تشکیل بشه. ببینید این اون هفتیمونه که تشکیل شده. 3 تا زنجیرمونه که داشتیم شروع کار، ابتدای کار بست میزنیم و دوباره یه دونه دیگه بست، حالا یا شلال دوباره میزنیم تا برسیم به قسمت وسط کار. الان من رسیدم به قسمت وسط کار. ببینید وسط این وی شکلا دوباره 3 تا زنجیره میزنم که میشه یه دونه پای بلندم. همین وسط یه دونه دیگه پایه بلند میزنم. خب یه دونه دیگه همین وسط 2 تا پایه بلند، این که اولین زنجیرمون بود حکم پایه همونو داشت، دومی هم همینجا یه پایه بلند میزنم، یه زنجیره، دوباره همینجا 2 تا پایه بلند میزنم. این قسمت تا آخر به همین شکل ادامه پیدا میکنه. یعنی شروع کارمون
همین شکلیه دیگه دونه هامون شکل گرفته دیگه. اینجا ببینید 2 تا پایه، یه زنجیر 2 تا پایه روی هر کدوم اینا دیگه شکل میگیره. خب حالا میرسم به این قسمت که دونه اضافه کرده بودیم دیگه. در واقع یه دونه از این وی شکلا هفتیا اینجا ایجاد کرده بودیم. اینجا دیگه زنجیره نمیزنیم، این فاصله رو پشمینم رو میگیرم، میرم تو این هفتیه، یه پایه بلند، دوباره پایه بلند، یعنی 2 تا پایه بلند، یه زنجیره، دوباره 2 تا پایه بلند میزنم به این شکل. دوباره ببینید اینجا ما اضافه کردن رو داشتیم. این یه دونه، یک بار دیگه ببینید 2 تا پایه بلند دیگه هم همینجا میزنم. الان شد. خب ببینید اولیه رو که همون شکلی که بافته بودیم زدیم، یه زنجیره وسطش 2 تا پایه بلند. اینجا دیگه زنجیره نمیزنم، 2 تا پایه بلند توی این هفتیه، یه زنجیره وسطش، 2 تا دیگه هم همینجا پایه بلند. دوباره اینجا زنجیره نمیزنم. رسیدم توی دونه اصلی. دونه اصلی من وسطش دوباره 2 تا پایه بلند توی این نقطه میزنم، یه دونه زنجیره میزنم، دوباره همینجا 2 تا دیگه پایه بلند میزنم. ببینید این شکلی میشه. خب دوباره رسیدم این قسمت که دونه قرار بود اضافه بکنیم. توی این قسمت هفتیه 2 تا پایه بلند میزنم، یک، این 2 تا، یه زنجیره فاصله و دوباره همونجا 2 تا دیگه پای بلند میزنم که دونه هام اضافه میشه به این شکل. یکی دیگه هم همینجا میزنم. خب ببینید اینجا الان همه گروه های من 2 تا پای بلند، یه زنجیره، 2 تا پای بلنده تا آخر. به همین شکل رجم رو تموم میکنم، به آخر کار میرسم و بقیهش رو براتون میگم. من این تیکه رو ببافم و برگردم. خب ببینید بچه ها، من این رجم بافتم، آخر کار رسیدم، همه پایه هام دیگه 2 تایی شد، 2 تا پای بلند، یه زنجیره، آخرش هم این دونه اضافه کردن باز شد 2 تا پای بلند، یه زنجیره، 2 تا پای بلند و رسیدم به آخر کار. حالا میخوام اینو دوباره به این قسمت بالا بستش میزنم. ببین این قسمت بالای این 3 تا زنجیره اول کارم رو اینجا بست میزنم و دوباره با بست میرم توی این وسط که میخوام الان رج بعدیمو ببافم. خب ببینید سر تا سر کارم اینجا بافته شد. از شروع کار بخوام حساب بکنم، اینجا خب پای کوتاه هامونو زدیم دیگه، 8 تا پای کوتاه هامونو زدیم. بخوام از اینجا حساب بکنم، رج اول، دوم، 3 و 4 رج، 4 رج بافتم. یک رج دیگه باید کارم رو ادامه بدم و بعد قسمت بغل کلاهم رو ببافم. خب ببینید الان ما رسوندیم اینو قسمت وسط دیگه. من این رو هم درستش بکنم. خب رسوندم این قسمت وسط کار دیگه. خب حالا دوباره اینجا میام چیکار میکنم؟ 3 تا زنجیره، این قسمت باز تکراریه دیگه، 3 تا زنجیره رو این وسط میزنیم، پایه بلند، یه زنجیره، دوباره 2 تا پایه بلند، این قسمت بافته میشه. خب شد اینجوری. حالا میخوام دوباره تو این رج یه رج دیگه اضافه کردنم رو انجام بدم دیگه. خب میام چی کار میکنم؟ اولیه رو که همون جوری که از اول بافته بودیم 2 تایی میبافیم. دومیه که اولش نبود، بعد تکی شد، بعد 2 تایی شد، اینجا میخوام 3 تاییش بکنم. یعنی چی؟ پشمینم رو میگیرم، میرم تو این قسمت، یه دونه پای بلند، 2 تا پای بلند و 3 تا پایه بلند میزنم.
خب یه زنجیر فاصله و دوباره همینجا 3 تا دیگه پایه بلند میزنم. یعنی اول که اصلا نبود شکلش دادیم، یه دونه ای کردیم، بعد 2 تایی کردیم و توی این رجم 3 تایی، 1 2 3، یه زنجیره 1 2 و اینم 3. خب باز دوباره اینجا پای بلند نمیزنیم، زنجیره اینجا نمیزنیم دیگه، میایم اینجا این وسط که همون 2 تایی از اول داره 2 تایی میاد بالا، این وسط رو هم 2 تایی میزنیم. این 2 تا پای بلند، یه زنجیره وسطش فاصله. خب و دوباره همینجا 2 تا دیگه پایه بلند میزنیم اینطوری. خب حالا رسیدیم دوباره به این قسمت اضافه کردنه، یعنی یه دونه 2 تایی میاد بزنیم، یه دونه 3 تایی. ببین اینجا 2 تایی زدیم، بعدی که اضافه کردن بود 3 تایی زدیم، بعدی 2 تایی میزنیم، حالا 3 تایی بعد بزنیم، اینجا بعد 3 تایی بزنیم این وسط. خب پشت میلو میگیرم، این 1 2 تا 3 تا، یه زنجیر فاصله و 3 تا دیگه همینجا میزنیم. 1 2 تا و 3 تا. بعدی دوباره 2 تایی. به همین شکل یه دونه 2 تایی، یه دونه 3 تایی، دوباره یه دونه 2 تایی، یه دونه 3 تایی میزنیم تا این رجمون تموم بشه. به این شکل. شما اگه خواستید واسه بچه سایز کوچیک خواستید ببافید، برای بچه خواستید این کلاه ببافید، تو همین قسمت، خب همین جایی که یعنی این مقداری که بافته بودیم 1 2 3 4 رج، تو 4 رج کارتون رو تموم بکنید. ولی اگه خواستید واسه یه سایز بزرگ ببافید، توی 5 رج کارتون رو تموم بکنید و دیواره کارتون رو شکل بدید. پس برای بچه تو 4 رج و واسه بزرگسال توی 5 رج. اگه خواستید کارتون، حالا اگر سایز بزرگتر از این خواستید، میتونید 1 رج دیگه هم اضافه بکنید. من دیگه تو همینجا این رج رو که میبافم همینجا دیگه اضافه کردنم رو شروع، یعنی تموم میکنم و قسمت ارتفاع کلاهم رو شروع میکنم. خب ولی شما میتونید اگر خواستید، یه وقت دستتون سفت‌تر بود، کوتاه‌تر شده بود، اندازه کارتون کم شده بود، میتونید یه رج دیگه هم ببافید که حالا من این قسمت رو میبافم، بهتون میگم اگه خواستید یه رج دیگه اضافه بکنید چی کار باید بکنید. خب دوستان من اینو بافتم. بعد ببینید این قسمت آخر کارمه که یه دونه بست میزنم این قسمت، به اینجا کارمو بست میزنم و میرم دوباره این وسط که پای بعدیمو شروع بکنم اینجا. خب اینجا از اینجا به بعد کار ما باید چیکار کنیم؟ دونه هامونو دیگه نه زیاد بکنیم نه کم بکنیم، بیایم دونه هامونو همینجوری که هستن بافتمون رو ادامه بدیم، بریم سمت مثلا بدون کم و زیاد کردن بافتمون ادامه بدیم. برای این کار دوباره از این وسط ما شروع میکنیم، 3 تا زنجیره میزنیم، یه دونه دیگه پای بلند اینجا. این کار تکرار باید بشه دیگه، این 2 تاییه رو هنوز ما داریم به این شکل. این رج رو ما هی باید تکرار بکنیم، یعنی این 2 تاییه رو باید 2 تایی بزنیم، 3 تاییه رو باید 3 تایی بزنیم. از وسط کار اینجا 3 تا پای بلند، یه زنجیره، دوباره 3 تا پای بلند بزنیم
دوباره اینو 2 تا پای بلند، یه زنجیر 2 تا پای بلند، 3 تا، 2 تا، به همین شکل تا آخر. دوباره کار رو بست میزنیم، میایم این وسط و همین کار رو تکرار کنیم تا 3 رج دیگه ما بافتمون رو باید ادامه بدیم. اگر خواستید، گفتم اگر دستتون شل سفت‌تر بود، خواستید این کارتون رو به صورت 1 رج اضافه تر ببافید، یه مقدار خواستید بزرگتر بشه، این قسمت 2 تایی ها رو 3 تایی باید بزنید. مثل همینجا، یعنی توی این رج اولی رو 3 تا پای بلند میزنیم، اولی که خود زنجیر است، 2 تا دیگه پای بلند میزنیم، یه زنجیر در میون، دوباره 3 تا پای بلند توی این قسمت میزنید که این 1 رجم به همین شکل 3 تا 3 تا 3 تا 3 تا انجام میدید تا آخر. و از اون به بعد که خواستید کارتون بغلای کلاهتون بافته بشه و صاف بیاد پایین، میاید دیگه از اون به بعد همه کارتون رو 3 تا 3 تا میزنید. ولی اینجا توی این کاری که من الان دارم میبافم، اینجا میخوام دیگه بافتم رو ادامه بدم. 3 رج دیگه توی اون یکی کار وقتی خواستید 3 تا 3 تا بکنید، بعدش دیگه همونجور 3 تا 3 تا 3 رج دیگه میبافید. 3 رج تکرار میکنید، یعنی یه رج خودش، 3 رج هم تکرار، 4 رج در مجموع 3 تا 3 تا میبافید. الان توی کار من از اینجا اون 3 تا رجم شروع میشه، یعنی اینکه میام این که اولین رجم هست، رجای بعدی 2 تا 3 تا، رجای بعدی 2 تا 3 تا 2 تا 3 تا، به همین شکل 2 تا 3 تا میزنم تا آخر و همون رو هی تکرار میکنم. با این رج میشه 4 رج دیگه تکرار میشه. این قسمت رو من میبافم که بافتم شکل بگیره و دیگه حالت دیواره کار رو به هم بده. بعد برمیگردم و ادامه کار رو براتون نشون میدم. خب ببینید الان من این قسمت رو براتون بگم. خب ببینید الان اینو که 2 تایی زدیم، اینجا میام این وسط این 3 تایی ها یه دونه دیگه 3 تایی میزنم. 1 2 و 3 تا، یه زنجیر فاصله، دوباره 1 2 و 3 تا. بعدی دوباره باید 2 تایی بخوره، اینجا باید 2 تایی بشه. میام این وسط یه دونه 2 تایی اینجا میزنم، 2 تا پای بلند، یه زنجیره، دوباره 2 تا پای بلند میزنم. بعدی دوباره 3 تا پای بلند باید بزنم، به همین شکل میزنم و به مرور همینطور که میره پایین تر 3 رج دیگه که میبافیم اون قسمت دیواره کارمون تموم میشه و به قسمت ساده بافی کارمون میرسه. من این رو بزنم و برگردم. خب دوستان من اینو بافتم به این قسمت. حالا دیگه از اینجا به بعد ما باید ساده پای بلندامون رو ببافیم. برای اندازه گیری از این قسمت که در واقع بافتمون رو شروع میکنیم تا انتهای کارمون حدوداً باید 18 الی 19 سانتی متر باشه. الان برای من از این قسمت حدوداً 18 سانتی متر هست، این قسمت بلندیه، 17.5 سانتی متره. از اینجا به بعد کار من 3 رج رو باید باز بدون اینکه دونه اضافه بکنم باید 3 رج کار رو پای بلند بزنم. خب حالا شروع میکنم. برای پای بلند زدن ببینیم دیگه نمیام به این قسمت وسط توی شروع کار، اینجا بستم و که زدم دیگه نمیام قسمت وسط، همینجا چون دیگه میخوام همه رو پای بلند بزنم دیگه، همینجا 3 تا زنجیره میزنم. اینجا حکمه پای بلندم رو داره و بعد شروع میکنم
یه دونه اینجا پای بلند میزنم، یک دونه وسط کار و یک دونه این قسمت. دوباره این وسط پای بلندام رو میزنم. ببینید روی هر کدوم از پایه هام یک دونه پایه بلند من میزنم. وسط کار رو از این قسمت وسط میریم، روی پای بلندامون رو از این قسمت دوتایی میگیریم. یعنی این قسمت دوتایی روهاشون رو میگیریم. بعد اینجا برای اینکه فاصله هم پر بشه یه دونه دیگه هم اینجا پایه بلند میزنم برای این فاصله بین این دوتا. دوباره این رو پایه بلند میزنم، تو فاصله پایه بلند میزنم و این رو تو بعدی پایه بلند میزنم اینجا. هر دوتا حلقه جلویی و عقبی رو هم با هم میگیریم به این شکل. این ردیف کلن پای بلندامو میزنم میرسم به آخر کار. تو آخر کارم باز 2 رج دیگه روی کارم پای بلند میزنم. حالا من تیکه رو پای بلندامو میزنم، برمیگردم ادامه کارم. ببینید وقتی رسیدم به اینجا، یعنی کار دور زدم رسیدم به اینجا، اینجا دوباره بست میزنم و این دفعه دیگه راحته. روی هر پای بلندم تو این قسمت گندمیا ببینید از اینجا هر دوتا لوپ هم میگیرید، هم حلقه جلویی هم حلقه عقبی رو میگیرید. روی هر کدومشون یکی یه دونه اینجاها رو پای بلند میزنیم. 2 رج دیگه هم روی این کار بافت میزنیم. خب دوستان ببینید بافتم رو من زدم، رسیدم به آخر کار، اینجا بست میزنم و دوباره 3 تا زنجیره میزنم روی همین قسمت که بست زده بودم. این دفعه دیگه روی هر کدوم اینا یکی یه دونه پایه بلند میبافم. دیگه تو رج قبلی ما اضافه کردن رو انجام دادیم، اون مابینا رو پای بلندامون رو زدیم، وسط کارا رو اینا رو میبینید این پای بلندا رو ما زدیم به خاطر اینکه یه مقدار این قسمت حالت اینجوری که میخواد برگردون بشه این مقدار بزرگتر شده، دونه هامون بیشتر شده. حالا از اینجا به بعد ما فقط روی هر کدوم اینا یکی یه دونه پایه بلند میزنیم. 2 رج دیگه هم به همین شکل بدون اضافه کردن بافتمون رو ادامه میدیم به همین شکل. ببینید اصلا دیگه اضافه نمی کنیم. بعدم وقتی میخواید بزنید این 2 تا لوپ رو با هم بگیرید به این شکل. خب بافتم رو میزنم، تموم میکنم، یه رج دیگه هم میبافم. دیگه از اینجا به بعد کارم به این شکل حالت برگردون برمیگرده، اینطوری برمیگرده. خب البته بهتون پیشنهاد میکنم وقتی که این قسمت فرق سرتون، این قسمت بالای سرتون رو بافتید یه بخار بزنید، بعد بافت ادامه کارتون رو، این ثابتاتون رو بافتش رو ادامه بدید. خب که راحت باشید. اگر که چون میبینید الان نگاه کنید دونه ها رو میبینید حالت خم وایستاده، کلا رافیا اینطوری. البته من اینو این قسمت بالاش رو بخار زدم. کلا رافیا اینطوریه، وقتی میبافید دونه هاتون سر جاش قرار نمیگیره. اگه بخار بخوره، نه الان من با حرارت دستم یک مقدار صافش کردم، ولی بخار که بخوره دونه ها دقیقاً اونجایی که باید باشن وای میستن. به همین شکل بافتمون رو ادامه میدیم. آخر سر برای اتمام کارم میام میگم که سر انتهای کارمون رو چی کار باید بکنیم. من این 2 رج رو میبافم و برمیگردم. خب دوستای عزیزم من کار رو تا اینجا بافتم، آخر کار رو هم بست زدم. ببینید کار تموم شده به این شکل هست.
اگر بخواید میتونید اینا رو به سمت پایین هم، این قسمت بالای کار رو به سمت پایین هم برش گردونید. کارمون به این شکل انجام شد. ببینین. خب حالا سرج من پایه بلند بافتم. حالا اگر که بخواید میتونید قسمت دور تا دور کارتون رو برای اینکه سفت بشه میتونید شلال بزنید. من یه زنجیره میزنم و شروع میکنم. ببینید از هر دو تا حلقه میگیریم و شلال میزنیم. دوباره ببینید از هر دو تا حلقه میگیریم و همون پایه رو در میاریم به این شکل. میتونید دور تا دور کار رو به این شکل شلال بزنید و یه مقدار میبینید یه حالت، حالا من یکی دو تا دیگه بزنم بیشتر مشخص میشه. ببینید پایه بست یا شلال بهش میگن. خب الان ببینید یه قسمت لبه کارتون یه مقدار محکم میشه. اگر هم نخواستید میتونید این رو هم نزنید دیگه، این سلیقه‌ایه. حالا سر تا سر کار رو خواستید شلال رو میزنید و با آخر کار که رسیدید بست میزنید و کارتون رو کات میکنید. فقط یادتون نره این قسمت شروع کارتون، این نختون رو پنهون کنید. بیاید از یه چند تا این ورتر ببینید اینجوریه چند تا دونه رد کنید قلابو و نختون رو یکی دو دور بپیچید. دوباره ببینید برای اینکه حلقه جادوییمون باز نشه میگم این کار رو انجام بدید. دوباره با قلاب میتونید از قلاب کوچیک‌تر هم استفاده کنید. یکی دو دور بپیچید. بعد وقت میتونید این یه مقدار که رد کردید نختون رو کات کنید. نخ انتهای کارم که لابلای کارتون بپوشونید. به همین شکل یه کلاه خوشگل با یه طرح جذاب دیگه درست شد. امیدوارم که از این آموزشمون لذت برده باشید. میتونید برای دیدن آموزش‌های دیگه ما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید تا از آموزش‌های دیگه جا نمونید. ممنون میشم که ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید. تا آموزش دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ همه شما.